سلام و درود و تو لرز ادب دارم. ارمیا هستم با یه سورپرایز فوق‌العاده دیدنی. نمیگم براتون فقط ببینید، چون من عملمو به تک تکتون نشون میدم. چی شد؟ آی کمک. قدر همو بدونیم، زیر خاک آنتن نمیده. بعضی وقتا خیلی زود دیر میشه. همیشه به خودم میگفتم یکم دیگه زمان لازم دارم تا کارهایی که نکردم رو انجام بدم. البته کارهای خوب، کارهای درست، نه اینکه دهنه کسی سرویس کنم. کسی منو بهش جهنم نمیبره. این عمل منه، این بازتاب کارهای منه که منو میبرن. وگرنه کدوم خدایی دلش میخواد آفریدگارشو بسوزونه، دهنشو سرویس بکنه؟ اونم اون خدایی که خیلی مهربون ترینه، اما خودش گفته از محبت و رحمت من سوء استفاده نکنید. چرا که با پیامبره امام خودم هم شوخی ندارم. درست زندگی کنیم. اما که گذشت، من که دارم میرم تا با بازتاب عملم روبرو بشم. بهشت و جهنم با عملمه. قدر همو بدونید. بعضی وقتا خیلی زود دیر میشه. نگاه نکن جوونی پیری. مرگ پیر و جوون نمیشناسه. هر وقت که زمانی که دیگه لازم نباشی اینجا نباشی، باید بری توی مرحله جدید. زندگی ها ادامه داره، با مرگ چیزی تموم نمیشه. همه چی داره تازه شروع میشه، تازه اولشه. مراقب خودتون باشید. خدا حافظ زمین.